الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لله تعالى. باب الاعتكاف. الشيخ عبد الغني الغنيمي ميداني میفرماید وجه المناسبة والتعقيب اشتراط الصوم فيه. میگد مناسبت یعنی مناسبت این باب و تعقیب یعنی پشتی دیگر باب ها آوردن این باب اعتکاف میگد شرط بدنی روزه است در همین باب اعتکاف. خب و طلب فی العشر الاخیر و خب جستنی همین اعتکاف یعنی نشستن اعتکاف در 10 روز آخری ماه مبارک رمضان است. اعتکاف یعنی گوشه نشینی کردن در مسجد به خاطر الله یعنی به خاطر ذکر الله ان شاء الله بیان میکنم. قال رحمه الله تعالى الشيخ قدر رحمه الله فرمودن الاعتکاف مستحبة. اعتکاف حضرت میگن که اعتکاف این مستحب است. قال فی الهدایه در هدایه علامه مرغینی میگوید و صحیح انه سنت مؤکده. انمی قول معتبر است که اعتکاف این سنتی مؤکده است. برای چی؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في العشر الاواخر من رمضان والمواظبه دلیل سنیه. میگه که چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مواظبت کردن بر همین اعتکاف نشستن در 10 روز آخری ماه رمضان، هر سال می نشستن و همین میگه مواظبت یعنی بر دوام نشستن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در 10 روز آخری ماه رمضان اعتکاف را میگه مواظبتش دلیل چی است؟ سنت بودنش. خب دیدید که همه وقت مواظبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت بر وجوبیت نمیکند، بعضی حالات دلالت بر چی میکنه؟ سنت بودنش. خب از این معلوم میشود که اگر دلالت بر سنت بودن کند، سنتی مؤکده بودن کند، از این معلوم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک بار این را ترک کردگی باشند، یعنی که ترکش کردگی، چون که سنت چیزی است که همه وقت کردگی نیست. پیغمبر خدا یک بار دو بار ترکش کردگی هم با دوام موندگی. برای همین خب اعتکاف اینجا سنتی مؤکده است. قال زیلعی، خب علامه زیلعی میگه والحق انه ينقسم الى 3 اقسام. حق این است که حقیقت این است که اعتکاف 3 قسم تقسیم شود. واجب و هو المنظور، این اعتکاف واجبی که همون منظور است، نظر میکنه که مثلا اگر فلان فرزندم از فلان جو بیاید من روزه میگیرم، من اعتکاف میشینم مثلا 10 روز، این واجب است. و سنت این سنت مؤکده است که و هو فی العشر الاخیر من رمضان، که در 10 روز آخر ماه رمضان است. و مستحب و هو فی غیره، و 3 قسم اعتکاف مستحبی در غیر ماه رمضان و نظر. مثلا در مسجد، فقط مسجد داخل شو اگر از نماز ظهر تا نماز عصر بیستی که 1 ساعت بیستی نیم ساعت همین ایستادن در همون مسجد اگر نیت اعتکاف کردی ان شاء الله ثوابش میگیری و همین نمود اعتکافی مستحب است. برای همین فراموش نکنید اگر شما مسجد داخل شدین یا که اگه خلاصا مسجد است اینجا مقصد، حتما نیت اعتکاف کنید ان شاء الله ثواب میگیرید. خب معنی اعتکاف هم میفهموند و هو اللبث بفتح اللام، یعنی اللبث مصدر لبث كفهم ای المکث. لبث گفته به معنی مکث یعنی ایستادن فی المسجد مع الصوم، در مسجد جامع یعنی مسجد با همراهی روزه، یعنی روزه دار باشی که اعتکاف بشینی و نیت الاعتکاف و نیت اعتکاف حتما داشته باشی. مفهوم؟ خب یعنی روز در ماه رمضان روزه دار در مسجد و نیت اعتکاف. اما لبث فرکنه میگن اما ایستادن همون اعتکاف این رکن اعتکاف است. برای چی؟ لأن وجوده به، چون که وجود اعتکاف به سبب همون ایستادن است، یعنی تو میستی که در همونجا اعتکاف برقرار می شود. نیستی چگونه اعتکاف است آخر؟ ما گفتیم که اعتکاف در یک جا نشستن گوشه نشینی کردن. اما صوم اما روزه میگه در مسئله اعتکاف فشرط لصحت الواجب، پس این شرط است، یعنی مهم است، یعنی شرط اساسی اعتکاف روزه است. روزه دار نباشی اعتکاف نشستن معنایی ندارد، مقصد در ماه رمضان. خب اختلفت روایات فی النفل، اما میگه روایت ها در مسئله اعتکاف نفلی اختلاف است، یعنی اختلاف روایت ها است که چگونه هستند. و روى الحسن عن ابي حنیفه انه شرط لصحته. میگه یک روایت از حسن بن زیاد از ابو حنیفه است که ابو حنیفه رحمه الله گفته باشد که همون روزه شرط است برای صحت اعتکاف نفلی. خب روزه حتی میگه در اعتکاف نفلی خب
این گفت اختلاف روایت است که روایت ها اختلاف هستند. گویا که یک روایت از ابو حنیفه باشد که خب حتی در اعتکاف نفلی باید روزدار باشیم. خب فی ظاهر روایه، وقتی که ظاهر روایت گفت، معلوم است که در این قول معتمد است در همین کتابایی که مشهوری که گفته بودیم در اول کتاب که امام محمد جمع کردند. خلاصه در ظاهر روایت اومده است که لیس بشرط، یعنی که برای اعتکاف نفلی روزه داشتن شرط نیست. همین قول معتمد است. ولی همین گفتم که قبلا که وقتی که شما داخل مسجد شدید، همونجا نیم ساعت میسید، یک ساعت میسید، 2 ساعت نیت اعتکاف کنید، ان شاء الله ثواب میگیرید. و نیت شرط فی سایر العبادات. اما میگن مثلا نیت، خب این معلوم است که شرط است، یعنی در اعتکاف نفلی حتما نیت شرط است. مراد همون نیتی قلبی. در سایر عبادات، در همه عبادت ها میگن مثلا دیگر عبادت ها نیت شرط است. برای همین خصوصا در بعضی عبادت ها است که نیت شرط نیست. مثلا طهارت عبادت است که نیت شرط نیست، نیت سنت است. اما در مسئله اعتکاف، مثلا تیمم، بعضی مسائل است که نیت اینجا شرط است، باید نیت کرده شود که همون عبادت صحیح شود. برای همین در مسئله اعتکاف نفلی نیت شرط است. همچون در اعتکاف واجبی و سنت مؤکده نیت شرط است. و المراد بالمسجد، انا که مثلا مسجد او چخیلی که خب در متن گفت که و هو اللبث فی المسجد مع الصوم، یعنی ایستادن در مسجد. انا کن بیان میکند که در کدام مسجد. و المراد بالمسجد مسجد الجماعه، میگم مقصد مسجدی که در اونجا مسجدی چی باشد؟ جماعت خوانده شود، یعنی مسجد جامع. حاضی بیان میکند که چگونه است مسجد جامع. و هو ما له امام و مؤذن ادیت فیه الخمس اولا، مسجدی است که میگه همون مسجد امام داشته باشد، مؤذن داشته باشد. فرق نداره در همون مسجد نماز 5 گانه را میخونن نمیخونن، شرط نیست. شاید که مسجدی باشد که 4 وقت نماز جماعت باشد، یا وقتش نیست، مثلا بامداد نیست، یا که هست بامداد و پیشین ظهر عصر خفتن نیست. خلاص مهم مسجد امام داشته باشد و مؤذن. همین گونه مسجد جامع میگن. كما في العناية والفيض والنهر وخزانة الأكمل والخلاصة والبزازية. خب چون که همین حکم مسجد جامع در کتاب عنایت، فید، نهر، خزانة الاکمل و خلاصة الفتاوی و بزازیه، فتوی بزازیه، همین حکم اومده بوده است که مسجد جامع مسجدی که در اونجا امام و مؤذن باشد. شرط نیست مثلا میگه اونجا میگه که ادیت فی الخمس اولا، یعنی در همونجا نماز 5 گانه خوانده شود یا که نشود. مقصد مسجد جامع است، در هم مسجد میشود که اعتکاف بشینی. و فی الهدایه ان ابی حنیفه، در کتاب هدایه، یعنی از کتاب مرغینان، علامه مرغینانی، از امام ابو حنیفه یک روایت است که میگه انه لا یصح الا فی مسجد یصلی فیه الصلوات الخمس. ایوا ابو حنیفه رحمه الله گفتن که خب اعتکاف درست نمیشود مگر در مسجد، مقصد مسجدی که اون مسجد امام داشته باشد، مؤذن داشته باشد و در اون مسجد نماز 5 گانه خوانده شود. انمین مسئله مهم انمین است. مسجدی که در اون مسجد امام، مؤذن و 5 وقت نماز با جماعت خوانده شود، انمین مسجد میشود که اعتکاف بشینی و ثواب اعتکاف میگیری. و ابو حنیفه دلیل میارد، میگه لانه عبادتون، چون که میگه اعتکاف خودش یک عبادت است. این عبادت و انتظار صلات، عبادتی منتظر بودن نماز است. یعنی برای مسجد جامعی که تو میشینی، تو در اعتکاف عبادت میکنی و منتظر میشه هر یک نماز که نماز مثلا منتظر هستی، ذکر و دعا میکنی، قرآن میخونی تا نماز دیگر. برای همین حضرت گفتن که مسجدی که در اونجا 5 وقت نماز خونده شود، فیختص بمکان تؤدى فیه، برای همین مختص میشود همین اعتکاف نشستنش با مکانی که در همون مکان نماز 5 خونده تؤدى فیه که ادا کرده میشه در همین مسجد نماز 5 وقته. این قول امام ابو حنیفه است که مرغینانی در کتاب هدایه آورده است و همین قول معتمد است و صححه الکمال، یعنی کمال ابن الهمام حضرت این چیزا تصحیح شمردند. خب و عن الامامین، اما از امامین، یعنی از امام صاحبان امام ابو یوسف، امام محمد، حضرت میگن یصح فی کل مسجد، در همه مسجد میشود. این حضرت میگن فرق ندارد این مسجد جامع است یا که جامع نیست، یا که مسجد امام دارد ندارد، مسجد است. میگه در همه مسجد میشود که اعتکاف بشینی. و صححه السروجی و هو اختیار الطحاوی و قال الخیر الرملی و هو ایسر خصوصا فی زماننا. و میگه صحیح شمردن همین قول صاحبین، قول شاگردو را شیخ سروجی و هم اختیار امام طحاوی است
و قال الخیر الرملی و حضرت خیر الرملی میگن که و هو ایسر و همین قول آسان‌تر است برای چی؟ خصوصا فی زماننا، میگه خصوصا در زمان ما، یعنی در زمان خیر الرملی. و ینبغی یعول علیه، پس میگه سزاوار است که بر همین قول معتمد باشد، بر همین عمل کرده شود، چون که خصوصا این حضرت مثلا 400 500 سال پیش گذشتگیان، در همون زمان الکه مسلمان‌ها ضعیف بودن، یعنی اومدن مسجد چون کم بود. حالا که زمانی که ما و شما امروز زندگی داریم، مع الاسف این اسف زیاد، تاسف زیاد که مسجدهای مسلمان‌ها خالی هستند از مسلمانایی که در گرد این مسجد نزدیک مسجد زندگی میکنن. برای همین زمانی ما بسیار زمانی فتنه است، زمانی است که مسلمان دیگر پروی مسجد ندارد. خلاص برای میگه در بعضی مسجدهایی که در زمان ما و شما هست امام دارد، مؤذن دارد، اما 5 وقت نماز خوانده نمیشود. مثلا شاید در نماز ظهر جمع شوند یا که در نماز عصر، عادتا در نماز شام و خفتن یعنی مغرب و عشاء جمع میشوند، تمام دیگه 3 نماز دیگه جماعت نیست. اما در این مسجدها میگه که میشود که اعتکاف بشینید، چون که زمانی است که دیگر مردم از مسجد متاسفانه رو گردوندن، مسجد نمیروند. خب والمرأة تعتکف فی مسجد بیتها، و زن میگه اعتکاف میشینه در مسجد بیتش. مسجد بیت به این معنی که یک گوشه خانه را بگیم، یک همون اتاق خانه را خب پرده میکشد، یک گوشه خانه همونجا جای اعتکاف زن میشود، در همونجا زن حق دارد که اعتکاف بشیند. خب مثلا این است که اگر اعتکاف نفلی باشد زن حتما باید اجازه پرسد از شوهرش بعد اعتکاف بشیند. اما در اعتکاف سنت مؤکده که واجبی اینجا شرط نیست، فقط در نفلی شرط است پرسیدن زن از شوهرش برای اعتکاف نشستن است، چون این عبادت نفلی است و در هر عبادت نفلی زن باید که از شوهرش بپرسد. طيب و هو الذي عینه لصلاتها، میگه همون مسجد این همون خونه که همون خونه را همچون مسجد قرار داده است، همون جا را معین کرده است همون زن برای نماز خواندنش. در همون جا چیکار میکند؟ اعتکافش میشیند. برای چی؟ لتحقق انتظارها فیه، چون که اینجا تحقق یافت، میگه ثابت شد منتظر بودن همون زن نماز رو در همون مکانی که در اون مکان، یعنی خونه که در اون خونه همون خونه نماز همه وقت منتظر میشود زن. مثلا بعضی خونه ها هستن که امروز همون گوشه خونه را مسجد میکنند، یک طرفشه همونجا مثلا کتابای قرآن میگذارد و کتابای بگیم درسی میگذارد و محراب میکنه طرف قبله. بعضی خونه ها هستند الکی همونجا مسجد حساب میشود، زن در همونجا میتواند که اعتکاف بشیند. طيب ويحرم على المعتكف الوطء لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. میگه حرام است بر معتکف، کسی که اعتکاف نشسته است، حرام است بر اون وطی کردن، جماع کردن زنش، همسرش، چون که خداوند در قرآن میفرماید ولا تباشروهن، شما نزدیک نشوید زنان را و حالا که شما عاکف هستید در مساجد، یعنی که معتکف هستید، همچون در حکم اعتکاف هستید. خب این مسئله چه خیلی بفهمیم ما، یعنی این معنی ندارد که این مرد بیاد زنش از خونش بگیرد برای مسجد، در مسجد با زن جماع کند. نه، مثلا مرد یک حاجتی دارد که حاجتی بگیم ضروری میاد خونش، مثلا برای مثلا حمام کردن اگر جنوب شود، غسل کردن، وقتی خونه اومد در همین خونه شاید با زنش نزدیک شود. برای همین خداوند من کردن که تو در حکم معتکف هستی، یعنی اعتکاف نشسته هستی، تو حق نداری با زن چیکار کنی؟ جماع کنی. اگر جماع کردی از بعد میفهموند چی میشه، یعنی که اعتکافش باطل میشود. و کذا یعنی همچنین حرام است اللمس و القبلة، لمس یعنی دست زدن زن جای همون شهوت شه، و القبلة یعنی بوسه کردن با شهوت، لانهما من دواعیه، چون که میگه همین دست زدن در مثلا بدن زنش و بوسه کردن با شهوت این از دواعی و از همون علاج جماع است، یعنی از بگیم مقدماتی همون جماع است. برای همین از اینا هم پرهیز میکند، چون که بازن اگر مثلا زن دست زد و مثلا بوسه کرد حتما نزدیک با جماع میشود. برای همین حرام است معتکف در این وقت اعتکافش دست زدن و بوسه کردن و جماع کردن. ولا يخرج المعتكف من المسجد الا لحاجه الانسان، میگه معتکف کسی که اعتکاف نشسته است از مسجد خارج نمیشود مگر بر حاجت انسانی الطبیعیه، مثل حاجت انسانی طبیعتی، کل باولی، مثلا مثل پیشاب کردن، مثلا همون حاجت خانه همون مسجد بیرون باشد، کوچه باشد، میتواند ببرد برود، و الغائط برای همون پیشاب
پسو رفتن و ازالت نجاست یا که دور کردن نجاست از بدنش اگر مثلا احتلام شده باشد. او ضروریتی یا که مثلا طبیعت ضروری کن هدام المسجد یا که مسجد مثلا مسجد کهنه است مثلا چپه می شود یعنی خراب می شود منهدم می شود. خب و تفرق اهله یا که در خانه دعوا شود زنش از اون جدا شود مثلا شاید هم خیلی شاید یعنی خبر میورد فرزندش که مادرم قهر میکنه میرود یا که یگم مادرم با فلان کس دعوا کرد در خانه قهر میکنه میرود یعنی مثل این حالت ها حق دارد که ببرد برود. و اخراج ظالمین کرهن یا که یک ظالم میاد همه را از مسجد مجبوری چیکارش میکند پیش میکنه در خانه مجبوری عفوا از همون مسجد. یک ظالم است مثلا رئیس محله باشد چه کسی باشد نباشد مثلا میاد مثلا از مسجد پیش میکند و مسجد محکم میکنند مثلا مثل این حالت ها. و خوف علی نفسه او متاعه یا که بر نفس خودش میترسد اینه که سلامتی خودش درگم چی میشود در مسجد است یا که متاعش اینه که میترسد که مال و متاعش مثلا دزدو ندزدن در خونهش مثلا کسی نیست. خب برای این حالت ها حالت عذر است ضروری است میتواند که ببرد اعتکافش باطل نمیشود مقصد با میگردد میآید. فادخل مسجدا غیره من ساعتی برای میگد خواست داخل میشد مسجد رو غیرش مثلا غیر این مسجد در همون ساعت در همون وقت مثلا این مسجد که مسجد بسته کردن پیش کردن که اگم حالت شد از این مسجد بر اومد رفت در این مسجد دیگه برگشتن تو نیست اگر در حال با میرود مسجد دیگر این مسجد میخزر راست دیگه مسجد میرود مقصدش همین. او شرعیتی یا که حاجت شرعی است مثل صلات الجمعه و العید یا که مثل نماز جمعه و عید مثلا نماز جمعه حتما باید معتکف برود اگر در اون مسجدی که اعتکاف میشیند شاید در اونجا جمعه برپا نشود 5 وقت است دیگه جمعه نمیخونن در دیگر مسجد دورتر میخونن او اینجا حق دارد که برای چیکار کند برای نماز جمعه اشتراک کنه مقصد ببرد از مسجد ببرد برای نماز جمعه برود طرف نمازگاه و العید یا که نماز عید. ولا يمكث بعد فراغه مما خرج إليه لأن ما ثبت ضرورة يتقدر بقدرها میگه زیاد نمیایستد مکس نمیکند بعد از فارغ شدن از همون بیرون شدن از مسجد خب بسوی اون چیزی که اونجا انت بسوی همون حاجتی که رفته است بسوی هم حاجت مقصد بسوی هم مسجدی که برای نیت برای برپای نماز جمعه که رفته باشد همون مقدار میرود که میرود سنت میخواند فرض میخواند با سنت میخواند به گردن میآید. برای چی میگه لأن ما ثبت ضرورتا چون که میگه اون چیزی که شریعت او را ضرورتا ثابت کرد یعنی وجود بدنش رو یتقدر بقدرها پس مقدر کرده میشد به قدر همون ضرورت یعنی قدر ضرورت در نماز جمعه همین است که بیای 4 رکعت سنت قبلی فردی جمعه را بخونی فرد جمعه را با امام بخونی با 4 رکعت سنت بعدی فرد بخونی بگردی برای همین مقدار همین ضرورت مقدر است شریعت ده همین مقدار حق دارد که بیاید معلوم است که راهش هم حساب میکند راه مثلا شاید 10 منوت بیاد خب راه میاد هم قمیات که هم سنت بخوند این از اون اول گفته باشند سنت میخوند خود برای گوش میکند فرض میخوند با سنت بعد میبرد میرود. طيب همینجا در بعضی نسخه ها یک قول زیادی از همینجا ان شاء الله من میخونم در بعضی نسخه ها هست در متن قدری میگه ولو خرج من مسجد ساعه بغیر عذر فسد اعتکاف عند ابی حنیفه میگه اگر خارج شد از مسجد عباره مثلا در کتابی که ما خوندیم اینجا نیست نه که در بعضی که متن ها هست متن قدری برای همین میخونم اینجا یعنی کسی نداشته باشد میخواد که بتونه بنویسد اگر میگه از مسجد خارج شد یک ساعت مراد ساعت امروزه مونه یک لحظه 10 منوت 15 منوت مثلا بدون عذر میگه پس میگه اعتکافش فاسد میشود نزد امام ابو حنیفه نزد امام ابو حنیفه اعتکاف فاسد است این مسجد به هیچ هم به یگم سبب برآمد 5 منوت 10 منوت نماز اعتکافش فاسد است و قال لا يفسد حتى يكون اكثر من نصف اليوم اما شاگردان میگن که شاگردان امام ابو یوسف امام محمد میگن که اعتکافش فاسد نمیشه تا اینکه بیشتر نصف روزه در بیرون نباشد مقصد نصف روز گفتیم از صبح صادق تا زوال آفتاب همین مقدار اگر در بیرون باشد بعد میگه که اعتکافش فاسد میشود و اگر نباشد اگر اعتکافش فاسد نمیشود نزد شاگردان صاحبین امام ابو یوسف و امام محمد. گفت این عباره که گفتیم من اضافه کردم در بعضی نسخه ها هست.
طيب ولا بأس بأن يبيع المعتكف. پس میگه اشکال ندارد، هیچ گپ ندارد اگر معتکف کسی که اعتکاف نشسته است اگر بفروشد و یبتاع بخرد فی المسجد، یعنی خرید و فروش کند در مسجد. خب کدام مسائل خرید و فروش؟ ما لابد منه، اون مسئله خرید و فروشی که اون ضرورت دارد، یعنی ضرور است که خرید و فروش کند که طعام و نحوی، مثل طعام. در مسجد اگر کسی برای او طعام نیاورد اون مجبور است که طعام بخرد در اون مسجدی که اعتکاف نشسته است. خب لضرورت الاعتکاف، چون که طعام خوردن مثلا نمردن مثلا زندگی کردن تو که گرسنه نمونی، این یکی از ضرورت اعتکاف است. آخر تو روزه میگیری از سر تو بگره مثلا هیچ کس طعام نمیارد مسجد، این مسجد امروزه ما است که میورن مثلا افطار میشن در مسجد افطار میخوری، نه مثلا شاید در جای باشد اونجا اصلا افطار نشود. خب مجبور است که خب اگر خونش دور باشد یا که در دیگه شهر اعتکاف نشسته باشد مجبور است که بخرد طعام بخرد. برای همین در این حالت این ضرورت است، اشکال ندارد میتواند خرید و فروش کنه که طعام بخرد برای اعتکافش. لانه لو خرج الیها فسد اعتکافه، چون که میگه اگر برای همین ضرورتش اگر از مسجد بیرون شود در حالی که در مسجد همون طعام میورن میفروشند اعتکافش فاسد میشود. به همین علت خب خرید و فروشش جایز است، وگرنه دیگر جواز ندارد. خب لكن من غیر ان يحضر السلعه، لیکن میگه مثلا خرید و فروش میکند و لیکن سلعه را همون مال و متاع میگه حاضر نمیکند، خب غیر طعام مثلا دیگر چیز حالی. برای چی؟ لان المسجد محرز عن حقوق العباد، چون که مسجد محفوظ است از حقوق عباد. و فی احضار السلعه شغل للمسجد فیکره، پس میگه در حضور کردن سلعه همون مال متاع گویا که مشغولیت برای مسجد است یا شغلی که در مسجد انجام داده می شود فیکره، پس این مکروه است این کار. مفهوم؟ کما یکره لغیر المعتکف مطلقا، چگونه که مکروه است همین مسئله خرید و فروش هم گپی دنیا در مسجد کراهیت دارد اگر معتکف هم نباشد. خب این چیز مشهور و معلوم است. در اما متاسفانه در مسجد ها امروز گپی بگیم سیاست و بگم نمیدونم گپی چی است. خوب این ضعیفی ما و شما و بگیم ضعفی همین توفیق ما شده است که در مسجد ها فقط گپی دنیا رو میزنیم. دیگر اون مساجدی که باید با نور ذکر الهی منور شود دیگر متاسفانه وجود ندارد، یا که درسای دینی باشد. خداوند رحمت کند، خداوند حفظ کند ما و شما را. خوب ولا يتكلم المعتكف الا بخير، سبحان الله. میگه معتکف فقط باید با خیر صحبت کند. و کذا غیر، و همچنین غیر معتکف، یعنی در مسجد داخل شدی باید که فقط خیر صحبت شود نه صحبت شر شود. الا ان المعتکف به احرا، لیکن میگه معتکف باز باید سخت‌تر نسبت به غیر معتکف، یعنی مسلمان عادی که مثلا معتکف نیست یعنی اعتکاف نمیشیند، خب باید که گپی نیک و گپی خوب گپی حسن گپ زند، مثلا سخنان قبیح و دشنام و قبح و دجال چیزا باید نباشد. اما معتکف که باز میگه معتکف به احرا به، یعنی با مهمتر است و بگیم سخت‌تر است مسئلهش. معتکف باید بیشتر نسبت به دیگر مسلمان عادی باید چکار کند؟ پرهیز کند از همین گپی بیهوده و گپی سفسطه و بیهوده، فقط باید سخن خیر، ذکر، قرآن، نماز، همین چیزا. و یکره له الصمت ان اعتقده قربتا، میگم مکروه است برای معتکف سکوت کردن اگر اعتقاد کند که همین سکوت کردن قربت است، این نزدیکی به سوی الله. این مکروه است برای همون، باید خب نکند، باید که سخن بگوید و ذکر کند مقصد. لانه ليس قربتا فی شریعتنا، چون که میگه سکوت کردن در مسجد فقط سکوت کنی، این در شریعت ما میگه این قربت حساب نمیشد. قربت یعنی نزدیک شدن به سوی الله. این همون اعتقادی بگیم یهود و نصارا، حتی یهودی ها هست که در مسجدشون که داخل میشده بودند سکوت میکردن، اما در ما این گونه نیست. یعنی مقصد یا نماز بخون یا که قرآن بخون یا ذکر کن. اما حفظ اللسان عما لا یعنی الانسان فانه من حسن الايمان، اما میگه حفظ کردن زبان از اون چیزی که معنی ندارد، لا یعنی الانسان، یعنی برای انسان بی معنی است، بی فایده است، فانه من حسن الايمان، پس این از حسن ایمان مسلمان است. یعنی حفظ زبان خود در مسجد باشد خود در غیر مسجد، این زیبایی ایمان یک مسلمان است.
یعنی زینت ایمان است، این حسن ایمان است. طيب خداوند همه ایمان ما و شما را همین گونه زینت بخشد با اعمال نیک و رفتار خوبی ما. طيب فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا أنزل أو لا بطل اعتکافه. اگر میگد همون معتکف کسی که اعتکاف کرده نشسته است، اگر شب یا روز اگر جماع کرد قصدن باشد یا فراموشانه باشد، خب نازل شود منی یا که نازل نشود باطل میشود اعتکافش. او گفتیم که خونش اومد یکی در زنش کار کرد، بگیم که چسبید و جماع کرد. لأن حالت المعتکف مذکرة فلا عذر بالنسیان. چون میگه عادتا حالت معتکف کسی که اعتکاف میشیند او دیاد داره، مذکره از این دیادش هست که اعتکاف اشتگی او، فلا عذر بالنسیان، پس میگه عذر حساب نمیشود فراموش کردگیش. ولو جمع فيما دون الفرج او قبل او لمس فانزل بطل اعتکافه. اگر میگه مبادا جماع کرد در غیر فرج، مثلا زن در حالت حید بود در فرج نه در دیگه جوش جماع کرد، مثلا در بین رونی پا جماع کرد، او قبل یا که زن با شهوت بوسه کرد، او لمس یا که همون بدن زنش خب دست زد یعنی مولید، فانزل پس منی نازل شد، میگه بطل اعتکافه، اعتکافش باطل میشود. لانه فی معنی الجماع حتی یفسد به الصوم. چون میگه همین کاری که همین کرده است هست در همین حالتی که زنش بوسه کرد یا که مثلا جماع کرد در غیر فرجش نه بین رونش یا که دست زد بدن زنش، این میگه معنی حکم جماع را دارد آخر، پس میگه فاسد میشود روزش، نه که اعتکافش، روزش فاسد میشود. ولو لم ينزل لا يفسد و این کان محرما. اگر میگه نازل نشود منی یعنی معنیش نبرد اعتکافش فاسد نمیشود، روزش فاسد نمیشود اگر چند هم حرام باشد. روزدار را خیلی گفته بودیم این از محرمات، این از مکروهات جایز نیست انسان در روز در روز رمضان یعنی که در روز روشن با زنش بگیم نزدیک ندون کارها را کند. اگر قصدن باشد جماع کردنش که اونجا کفارش واجب می شود، فراموشانه باشد خب روزش فاسده و حرام از خلاص گناهگار می شود، بعد قضا میارد. اما معتکف که اصلا جایز نیست این چیزها، لانه ليس في معنى الجماع. چون که میگن امین نازل یعنی مثلا نازل نشد اگر منیش این گویا که حکم جماع را ندارد، یعنی جماع حساب نیست. ولهذا لانه مقصد همین قبل است، یعنی لمس زدن، بوسه کردن، دست زدن، همینا در اصل بگیریم اگر معنی جماع را ندارد، فقط میخواد که فقط زنش مثلا بمولد بدنش یا که بوسش کند، فقط همین قدر اشکال ندارد. این اگر همونجا منیش نبرد اشکال ندارد میگه. ولهذا لا يفسد به الصوم، به همین دلیل روزش باطل نمیشود. فقط زنش بوسه کردن روزه را باطل نمیکند اگر به شرطی که نزول منی نشود. طيب مسئله دیگر، مسئله اخیر در باب اعتکاف، و من اوجب على نفس اعتکاف ایام یومین فاکثر لزمه اعتکافه بلیالها. کسی که میگه اگر واجب گردون بر خودش اعتکاف روزها رو 2 روز یا 3 روز یا 1 هفته، پس لازم میشد اعتکاف نشستنش با شبهاش. مثلا میگم من 10 روز اعتکاف میشینم، شبهاش هم باید اعتکاف بشن. مثلا عادتا ما روز میگیم 10 روز، لیکن شب هم داخل است. برای چی؟ لان ذکر الایام على سبیل الجمعی يتناول ما بازائها من الليالي. چون میگه ذکر کردن روز بر سبیل جمع یعنی روزها، یعنی 10 روز روزهای زیاد اعتکاف میشینم، این در بر میگیرد آن چیزی که میگه در مقابل شب است، در مقابل روز است. مثلا شب، وقتی که مثلا در اسلام میگیم که 10 روز اعتکاف میشینم، معلوم است که با شبش میشیند، همین گپش. و کانت متتابعه و این لم یشترط التتابع، پس میگه همین اعتکافی که مثلا همین بر خودش واجب گردونده است، همین اعتکاف باید پای در پای باشد. مثلا 10 روز پای در پای، 1 روز بشیند 2 روز نشیند، 1 روز بشیند 1 روز نشیند، نه، همین 10 روز پای در پای میشیند. اگر چندی هم شرط تتابع نباشه، پای در پای نباشد. برای چی؟ لان مبنى الاعتکاف على التتابع، چون که انا بنا یافتن اعتکاف بر تتابع است، بر همون پای در پای است. مثلا هیچ کس نمیاد 1 روز اعتکاف بشیند 2 روز راحت دم بگیرد استراحت کند، با بیا 3 روز بشیند، این گونه اعتکاف حساب نیست. این اعتکاف نیست. اعتکاف هم میشینی 1 هفته پره یا که 10 روز پره پای در پای. لان الاوقات كلها قابله له، چون که میگه وقت ها همش قابل مثلا در برگیرنده همون اعتکاف هست، بخلاف الصوم، اما روزه این گونه نیست.
برای این مثلا صوم روزه قضایی لان مبناه علی التفرق، چون که روزه با تفرق هست، یعنی جدا است. مثلا میتونی که قضایی را امروز بگیری و که نظر که به خودت که مثلا من 10 روز روزه میگیرم، میتونی که امروز روزه بگیری با پگاه بخری، با روز دیگر روزه بگیری، همین یه روز پس بخری. در روزه گرفتن اشکال ندارد. مثلا اگر نظر کرده باشد که روزه میگیرد، اما نظر کردن اعتکاف میشیند، باید هم 10 روز پر را پی در پر بشیند. لان مبناه علی التفرق لان الليالي غیر مقابله للصوم، چون که شبها در برگیرنده مثلا روز نیست در مسئله روزه گرفتن. مثلا بر خودش نظر کند که من 10 روز روزه میگیرم، شبهاش که روزه نمیگیرد، خیلی فقط روزاش میگیرد. فیجب علی التفریق حتی ینص علی التتابع، برای میگد واجب است واجب میشد بر عمود جدا کردن روزش که نظر کرده باشد تا اینکه نص کند بر تتابع، بر پیرویش. مثلا اما اگر خودش بعد نصش مقصد این که با دلیل لفظیش بگه که من 10 روزه میشینم، 10 روز با شبهاش نظر کند، بعد از این معلوم است که دیگه شبهاش هم باید روزه بشیند، این که مشکل است. یکی بگه من 3 روز روزه میگیرم، با شبهاش قدر روزه بگیرد، اگر نص بیارد، یعنی که با تلفظ با زبان خودش بگه که من 3 روز با شبهاش روزه، خب این دیگه مثلا. اما اگر مطلق بگه که من 3 روز روزه مثلا نظر میکنه که 3 روز روزه میگیرم، خب شبهاش داخل نیست. خب و ان الایام خاصه صحه، اگر لیکن روزها را فقط نیت کنند، اگر خاصتا بگه من فقط روزش میشینم، خب این نیتش درست است. لانه نوى الحقیقت هدایه، چون که نیت کرده است همون حقیقت رو، این قول هدایه است. خب به حمد خداوند که این کتاب صوم، کتاب روزه هم تمام شد الحمدلله. از خداوند تبارک و تعالی التجا داریم که خداوند خب فضل و کرم خودش این کتاب رو بر ما و شما فهمش رو آسان میگرداند و خداوند ما و شما رو توفیق عمل بده تا اینکه عمل کنیم بر این درس ها و بر این بگیم احکامی که در باب روزه گذاشتیم. و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمین.